دوران بد زندگی دوران خوبی برای یادگیریه. یادگیری این که با رنجه که آسایش معنا پیدا میکنه. با سختیه که آسونی واسه دلپذیر میشه. با زشتیه که زیبایی پدیدار میشه. اگه غم نباشه چطور خوشی رو تجربه کنیم؟ اگه تاریکی شب نباشه چطور روشنایی صبح رو ستایش کنیم؟ شکست و موفقیت، بالا و پایین، بد و خوب و هستی و نیستی همه کنار هم معنا پیدا میکنن. این قانون دنیاییه که توش زندگی میکنیم. با دونستن این قانون شاید هر بار که شکست، تلخی، زشتی و سیاهی رو تجربه میکنیم دیگه سورپرایز نشیم که چرا من؟ همه آدم‌ها در طول زندگی رنج، سختی، سیاهی، غم و شکست رو تجربه می‌کنن، اما در سطوح مختلف. ما در سطوح مختلف رنج می‌کشیم، در سطوح مختلف شکست می‌خوریم و در سطوح مختلف غمگین میشیم. باید این رو بپذیریم که ما تنها آدم‌هایی نیستیم که در این زندگی این احساسات رو تجربه می‌کنیم. پذیرش این اصل شاید اولین قدم برای رسیدن به آرامش در زندگی باشه. تناقض‌ها و تضادها بخشی از نظم طبیعی زندگی هستند. دونستن این واقعیت کمک میکنه که در زندگی آرامش بیشتری داشته باشیم و ذهنمون برای چالش‌های زندگی آماده تر باشه. وقتی قبول میکنیم که زندگی پر از بالا و پایینه، دیگه با هر سختی یا ناهمواری غافلگیر نمیشیم. میفهمیم که همونطور که روز بدون شب معنا نداره، خوشی هم بدون سختی کامل نیست. اتفاقات زندگی از رنج و سختی گرفته تا لذت و خوشی همگی بخشی از مسیر طبیعی زندگی هستند و نباید انتظار داشته باشیم در این مسیر دشواری و سختی رو تجربه نکنیم. واقعیت زندگی و حوادثش رو باید بپذیریم. باید بپذیریم که هر چقدر هم که تلاش کنیم باز هم نمیتونیم همه چیز رو در این مسیر کنترل کنیم. خیلی چیزها از کنترل و اراده ما خارجن. فقط باید بتونیم قدرت مواجهه با این حوادث رو در خودمون تقویت کنیم. تازگی ها کتابی خوندم در مورد مکتب تائو که مفاهیمش از نظرم خیلی جالبه. تائوئیسم یه مکتب فلسفی چین باستانه که به لاو تسه فیلسوفی در قرن 6 قبل از میلاد نسبتش میدن. این مکتب بر اساس آموزه‌های تائو به معنای راه یا مسیر شکل گرفته و تأثیر عمیقی بر فرهنگ، هنر و فلسفه چین و سایر کشورهای شرق آسیا گذاشته. بر اساس این مکتب تائو یه نیروی نامرئی و خیلی قویه که همه چیز در این جهان رو هدایت میکنه. انگار که یه جریان طبیعی و هماهنگ در همه چیز وجود داره که باعث میشه دنیا به این شکلی که ما میبینیمش کار کنه. در فلسفه تائو زندگی به یک سفر تشبیه شده که در این سفر نباید به دنبال کنترل و تغییر همه چیز بود، بلکه بهتره یاد گرفت که چطور با این جریان طبیعی زندگی همسو شد و با آرامش بیشتر از لحظات زندگی لذت برد، حتی اگر اون لحظات سخت و دردناک باشن. در این مکتب مفهومی وجود داره به نام ووی که معنیش میشه عمل بدون تلاش یا بدون دخالت. عمل بدون تلاش یعنی باید سعی کرد کارها رو بدون اینکه بیش از حد تلاش کنیم یا با زور انجام بدیم به شکل طبیعی و آرومش پیش ببریم. اینطوری هم با خودمون راحت تریم و هم با دنیا هماهنگ تر میشیم.
به عبارت دیگه زندگی باید بر اساس جریان طبیعی و هماهنگ جهان باشه، طوری که سوار بر این جریان بشیم و به جای اینکه بخوایم با جریان زندگی بجنگیم، باهاش هم مسیر بشیم و تلاشمون در راستای همین هم مسیر شدن باشه. شاید با خودمون فکر کنیم که این یعنی تلاش و اراده ما در زندگی نقشی نداره و باید اجازه بدیم روند طبیعی زندگی ما رو به هر جایی که دلش خواست ببره. اما این تصور اشتباهیه. اراده و تلاش ما در زندگی همچنان مهمه، اما باید بدونیم یه جاهایی از زندگی بعد از تلاشمون باید بقیه رو بسپریم به جریان خود زندگی. بذارید یه مثال بزنم تا مفهوم ووی یا عمل بدون تلاش رو بهتر درک کنیم. تا به حال قایقرانی در رودهای خروشان رو تماشا کردین؟ به قایقران و قایق و جریان آب دقت کردین؟ جریان پرتلاطم آب درست شبیه زندگی و اتفاقاتشه و ما هم شبیه قایقران سوار بر قایق کوچکمون در مسیر زندگی. ما هم باید شبیه یک قایقران حرفه‌ای پارو بزنیم. یه جاهایی اصلا نباید پارو زد. یه جاهایی باید پارو زد و پیچ تند رو به سرعت رد کرد. یه جاهایی باید کمی جا خالی بدیم تا کمتر آسیب ببینیم. یه جاهایی حتی قایقمون واژگون میشه، اما باید قایق رو برگردونیم و دوباره سوارش بشیم و به حرکتمون ادامه بدیم. اگر در رودهای خروشان پارو نزنیم، همون ثانیه‌های اول قایقمون واژگون میشه. و اگر دائما و بدون مکث هم پارو بزنیم، خیلی جاها زورمون به قدرت جریان آب نمیرسه و فقط انرژیمون رو برای بقیه مسیر از دست میدیم و شاید حتی با حرکت قایقمون رو واژگون کنیم. همه ما در زندگی آرزو و هدفهایی برای رسیدن داریم و باید در مسیر رسیدن به این اهداف و رویاهامون بجنگیم و تلاش کنیم. اما در مسیر رسیدن به این هدفها اگر رود خروشان زندگی ما رو به جایی دیگه برد چی؟ اون موقع استراتژیمون چیه؟ اینکه فردا در مسیر کار یا خونه چه اتفاقی خواهد افتاد شاید خارج از کنترل ما باشه. اما مهم اینه که بعد از وقوع اتفاق عملکرد ما چطوریه؟ اگر من شکستی رو تجربه میکنم، آیا باید تا آخرین روز زندگیم از این تجربه تلخ بترسم و حرکتی نکنم؟ یا اینکه اگر بارها و بارها تلاش میکنم و نتیجه نمیگیرم، باید همچنان به اون مسیر ادامه بدم یا مسیرم رو تغییر بدم؟ من این حس پذیرش و مفهوم جنگیدن رو اون چند ماهی که به اجبار در ایران بودم با تمام وجود تجربه کردم. هفته‌های اول من سراسر خشم بودم، چون شرایطی که داشتم دلخواه من نبود. مسیری نبود که براش برنامه ریزی کرده باشم. من کلی پلن دیگه داشتم، ولی یهو همه چیز عوض شد. اما بعد از چند هفته انگار از خواب عمیقی بیدار شده باشم، فهمیدم باید بپذیرم که شرایط فعلی ما اینه. قدم بعدی من چی باید باشه؟ بشینم و تماشا کنم یا زانوی غم بغل بگیرم و زندگی رو تموم شده بدونم؟ من هر روز به سختی وظایفی که بر عهده‌ام بود رو انجام میدادم و برای رهایی از اون شرایطم تلاش میکردم. اما همزمان خودم رو سپرده بودم به رود خروشان زندگیم که کجا قراره ببردم. این ترکیب از تلاش و پذیرش، جنگیدن و سپردن به من یاد داد که حتی در تاریک ترین لحظات همیشه نوری برای هدایت وجود داره. باید همونطور که برای رسیدن به هدفها و آرزوهامون می جنگیم یاد بگیریم که بعضی چیزها خارج از کنترل ما. باید بپذیریم که گاهی زندگی ما رو به مسیری میبره که هرگز پیش بینی نمی کردیم، ولی این به معنی پایان نیست، بلکه آغاز یه فصل جدیده. تو اون ماها یاد گرفتم که مهم نیست رودخونه زندگی چقدر خروشان باشه. مهم اینه که دست از پارو زدن نکشم و در عین حال به جریان آب اعتماد کنم که بالاخره من رو به جایی میرسونه که باید باشم.
رنج‌های عظیم باعث میشن که رنج‌های کوچکتر دیگه احساس نشن و برعکس در نبود رنج‌های عظیم حتی کوچکترین دردسرها و مزاحمت‌ها مایه عذابن. چرا که ذهن ما به دنبال تعادله و وقتی از رنج بزرگتری خبری نیست به جزئیات کوچکتر بیش از حد توجه میکنه و اونا رو بزرگتر از چیزی که هستن جلوه میده. این یک یادآوریه که چطور تجربه‌های سنگین میتونن ما رو مقاومتر و سختی‌های جزئی رو بی اهمیت‌تر کنن، در حالی که در نبود اون چالش‌های بزرگ، ظرافت‌ها و مشکلات ریز زندگی میتونن بار سنگینی بر دوش ما بذارن. برای من این شکلیه که این روزها هر چالشی که باهاش روبرو میشم سریع یاد اتفاقایی میافتم که در ایران واسمون افتاد. یاد صبحایی که در زندان از خواب بیدار میشدم. آخه بدترین تایم زندان همون صبح بود. وقتی که از خواب بیدار میشدی و واقعیت تلخ شبیه شلاق دوباره تو صورتت میخورد. با یادآوری این خاطرات به خودم میگم هر چالشی که باشه از اون سخت‌تر که نیست. پس پاشو و راه حلش رو پیدا کن. به جای اینکه توی اضطراب و ناامیدی غرق بشی. اون لحظات سخت تو زندان به من یاد داد که چطور از پس هر چیزی بر بیام. چون حالا میدونم که قدرت درونم خیلی بیشتر از اونه که فکر میکردم. اون رنج عظیم رنج‌های دیگه زندگی رو از نظرم کوچیک کرد. فهمیدم مثلا آزادی چقدر مهمه. همین که هر صبح تو خونه خودم بیدار بشم و روتینی که خودم دوست دارم رو داشته باشم. یه نعمتی که شاید قبلا قدرش رو نمیدونستم. حالا دیگه حتی کارهای ساده و معمولی هم برام ارزشمند شدن. چون یاد گرفتم که همین لحظات عادی، زمانی که ازشون محروم باشی، چقدر میتونن دلتنگی بیارن. حالا دیگه بیشتر از قبل سعی میکنم زندگی رو به جریان طبیعی خودش بسپارم. من با تلاش و پشتکارم به راهم برای زندگی ادامه میدم. اما گوشه ذهنم همیشه اینو قرار میدم که اون چیزی که ما از زندگی میخوایم همیشه اتفاق نمیافته. میدونم که گاهی اوقات قایقم در مسیر خروشان زندگی ممکن از مسیری که دوست دارم منحرف بشه. اما این به این معنی نیست که با هر موج کوچیکی از مسیر کلی زندگی منحرف بشم و خودم را غرق کنم. بلکه باید دوباره کنترل قایق رو به دست بگیرم و این بار تو این مسیر جدید به سلامت هدایتش کنم. به جای اینکه دائم بخوام همه چیز رو کنترل کنم یا نگران هر جزئیاتی باشم، یاد گرفتم که با طبیعت همسو بشم و به جریان زندگی اعتماد کنم. این اعتماد به هم آرامشی میده که توش میتونم حتی از ساده ترین لحظات هم لذت ببرم. درک این موضوع به من یاد داده که همه چیز بخشی از یک جریان بزرگتره و اینکه مسیرهای متفاوت هم میتونن ما رو به مقصدی برسونن که حتی از اون چیزی که فکر میکردیم بهتره.